آخرین فوران دماوند همین 5 سال پیش بوده. سال 99 وقتی تو منطقه دماوند یه زلزله 5 ریشتری رخ داد، زمینشناسا متوجه شدن کوه دماوند دچار فورانی درونی شده. یعنی به حدی نرسیده که گدازه ها از دهانه این هیولا خارج بشن و بلکه از درون دچار فوران شده. حالا بعد از این همه سال تصاویری از ابر سفید دماوند بیرون اومده که گفته شده به خاطر فعالیت‌های داخلی این کوه بوده. ولی جالبه بدونی تو شاهنامه وقتی که ضحاک میخواد از بند رها بشه و با منجی عالم بجنگه، از دهانه این کوه دود عظیمی بیرون میزنه. خیلی‌ها میگن منظور فردوسی با این کار یک کنایه به نشونه‌های آخر زمانه. طبق گفته‌های زرتشت و اسلام، سرزمین ایران دچار خشکسالی شدید میشه. بیماری‌های عجیب و بدون درمان رواج پیدا میکنن و چندین زلزله عظیم در ایران رخ میده و دروغ و دزدی یک کار خوب قلمداد میشه. حتی جالبه بدونی تو کتاب آخرین پاپ نحوه مرگ پاپ فرانسیس رو پیش بینی کرده بود و گفته بود بعد از مرگ پاپ جهان یک قدم به قیامت نزدیک میشه. اونایی که موافقن نشونه‌های آخر زمانی هر روز داره بیشتر میشه لایک کنن. بقیه هم اگر نظری دارن تو کامنت ها بنویسن.